السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، امروز میخواهم یک حدیث کوتاه اما بسیار عمیق را با شما شریک بسازم. عن جابر رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم كل معروف صدقه رواه البخاری. از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کار نیک صدقه است. بنابراین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صدقه را تنها به پول محدود نساخت، بلکه هر کار نیک که به دیگران نفع برساند نزد الله جل جلاله صدقه محسوب می شود، مانند راهنمایی انسانی که راه را گم کرده باشد، خوش اخلاقی، سخن نرم، برداشتن مانع از راه و دیگر کارهای نیک که ما و شما با آن خوب آگاه هستیم. همچنان خودداری از غیبت، تهمت و خودداری از اینکه به دیگران ضرر برسانیم هم صدقه محسوب می شود. بنابر فرموده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که می فرماید خودداری تو از آزار رساندن به مردم صدقه محسوب می گردد. بنابراین اسلام دین عمل و مهربانی است. هر روز هر مسلمان می تواند خود را در جمله اهل صدقه داخل نماید. لہذا اسلام دین عمل و مهربانی است. بیایید هیچ نیکی را کوچک نشماریم، شاید سبب نجات ما در روز آخرت شود، به خاطر که هر نیکی نزد الله متعال صدقه محسوب می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.